الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. بینندگان ارجمند و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگری از سری برنامه‌های با دعوتگران در خدمت شما گرامیان قرار داریم. در این برنامه باز هم مهمان ما جناب استاد فضل الحق سلیمانی هستند و اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته در رابطه با ورود جناب استاد سلیمانی به شهر زاهدان، شهر حافظان قرآن صحبت داشتیم از این شهر و همچنین در رابطه با شعبه حفظ قرآن و خود حفظ قرآن صحبت‌های داشتیم و سخنان ما را در ارتباط باز هم به دارالعلوم زاهدان با جناب استاد فضل الحق سلیمانی و با بقیه انشاءالله فعالیت‌هایشان پی می‌گیریم. جناب استاد سلیمانی گرامی، بار دیگر شما را در استودیو خوش آمد میگم. من هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم یک به هر حال تصویری از آنچه که در گذشته زندگی بنده اتفاق افتاده تا حدی که مفید هست برای بینندگان عزیز مطرح بکنیم. سلامت باشین جناب استاد گرامی. ما شما در قسمت گذشته برنامه تا جای پیش رفتیم که جناب استاد سلیمانی شعبه حفظ قرآن در دارالعلوم زاهدان تمام میکنن، البته حفظ قرآن کریم، و بعد از آن ما میخواستیم که در باره خود دارالعلوم زاهدان که آیا دارالعلوم زاهدان تنها در شعبه حفظ خلاصه میشه یا اینکه این دارالعلوم شعبه های مختلفی داره و آیا میشه که این دارالعلوم تشبیه بتیم به یک دانشگاه؟ بدون شک همونجوری که شما تعبیر دانشگاه استفاده کردید، اگر منظور ما از دانشگاه یک مجموعه علمی تخصصی باشه، بدون شک دارالعلوم زاهدان این اسم برش اطلاق میشه. هرچند که ما بحث اسم دارالعلوم که میاد بهدار حوزه علمی اهل سنت هست که حکومتی نیست و یعنی غیر حکومتی هست، گفتن متکی به کمک های مردمی است. متکی به کمک های مردمی است الحمدلله و رمز موفقیتش هم همین هست. و مجموعه دارالعلوم زاهدان یک مجموعه بسیار بزرگ هست که به نام دارالعلوم زاهدان معروف است یا به اسم دارالعلوم مکی زاهدان هم دارالعلوم مکی اصلش دارالعلوم است، حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان، آنچه که سردر خود حوزه علمیه نوشته شده حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان. مکی به خاطر این بهش گفته میشه که مسجد بزرگی در کنار حوزه علمی است که قبلا جدا بوده و الان ملحق شده به خود فضای حوزه علمیه و مسجد اسمش مسجد مکی است. مسجد اسمش مسجد مکی است و الحمدلله الان هم که در سالهای اخیر توسعه عظیمی در این مسجد صورت گرفته به حمدالله و به فضل حکمت‌ها و تلاش‌های حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله و مجموعه همکاران عزیزشون یک مسجد بسیار عظیمی با شکوه، عزیزانی که تصاویر اخیر مسجد رو دیده باشن، یک مسجد بسیار عظیم با مناره‌های بسیار زیبا و گنبدهای مختلف ساخته شده که این مسجد اون موقعی که ما بودیم بخش‌هایی از قسمت‌های پایانی مسجد شروع شده بود، اما خود اصل مجموعه گنبدها و مناره‌ها بعد از ما، یعنی در سالهای اخیر چند سال اخیر شروع شده. مسجد مکی هست، خود حوزه دارالعلوم زاهدان هست، ساختمان دارالعلوم زاهدان که دو بخش داره، هم بخش خوابگاه طلاب هست، بیش از 1300 نفر رو دادم فکر کنم الان، یا شاید تا 1500 نفر کسانی هستن که اونجا درس میخونن و شبانه روزی همونجا زندگی میکنن. یعنی ساختمان طبقه اول کلاس‌های درسی است و طبقه های دیگه خوابگاه
استراحت عزیزان هست و در همین محیط زندگی میکنن دیگه. صبحانه و نهار و شامشون مهده خود مجموعه دارالعلوم زاهدان هست و در کنارش یک بخش شعبه حفظ هم داره. شعبه حفظ قبلا جزء خود ساختمان محیط داخلی خود دارالعلوم زاهدان بود کنار مسجد مکی. الان منتقل شده به بخش ایدگاه زاهدان، ایدگاه قبلی، البته ایدگاه جدیدی هم خارج از شهر ساخته شده. ایدگاه قبلی نزدیک است به دارالعلوم زاهدان، با پای پیاده شاید 5 تا 10 دقیقه بیشتر فاصله نباشه و این بخش یعنی بخش شعبه حفظی که ما اون موقع داخل دارالعلوم داشتیم الان منتقل شده به بخش ایدگاه و خوابگاه کسانی که در شعبه حفظ درس میکنن. غالبا حدود 200 نفر تا 300 نفر هم عزیزانی هستن که مشغول به حفظ قرآن کریم هستن که اون بخش کلا شبانه روزی به حفظ قرآن میپردازن. کلاس ها از 1-2 ساعت قبل از نماز صبح شروع میشه، باز 1 ساعت بعد از نماز صبح هست، باز برای صبحانه میرن، باز میان میشینن سر کلاس ساعت 8 تا 11 و نیم، باز استراحت میکنن، بعد از ظهر باز نهارشون میخورن، میان دوباره سر کلاس تا حدودا نماز از تا مغرب تعطیل، باز از مغرب تا عشا باز کلاس دارن، بعد از عشا باز نیم ساعتی کلاس دارن، البته شامشون رو بعد از قبل از نماز میخورن، باز استراحت میکنن. این مجموعه حفظ است. در کنار اینها مجموعه مدرسه ام المؤمنین عایشه صدیقه است که بخش خواهران دارالعلوم زاهدان است. البته به نام مدرسه ام المؤمنین عایشه صدیقه. ساختمانش پشت سر ساختمان برادراست، یعنی فاصله شون فقط یک کوچه بینشون هست. این طرف کوچه دارالعلوم زاهدان است، اون طرف کوچه مدرسه ام المؤمنین عایشه، بخش خواهران دارالعلوم زاهدان که اون موقعی که ما بودیم یعنی سال 80 تا 88 بودن که من اونجا بودم، خواهران بخش شبانه نداشتن، یعنی فقط بومی بود که اکثر کسانی که اونجا تحصیل میکردن خواهرانی بودن که اهل زاهدان بودن یا از خارج از زاهدان خواهرانی که با خانواده آمده بودن، مثلا زن و شوهر آمده بودن، خانم اون طرف درس میخوان، برادرش این طرف. اما الان اون بخش خواهران هم بخش شبانه روزی داره، یعنی از مناطق مختلف اهل سنت خواهران میدن اونجا و همونجا خوابگاه، همون ساختمان طبقه اول درس میخونن و طبقات دیگه خوابگاهمون هست. علاوه بر این که مجموعه دارالعلوم زاهدان بخش تخصص، اون بخش خود دارالعلوم حالا میخوام بخش تخصص غیر از این حالا بخش شبیه به یک مدرسه است که مثلا بعضیا میگن از کلاس اول یا صنف اول تا 12 حالا غیر از این که به تخصصی تر است. غیر از این که به خود منهج به اصطلاح کلاس ها اینا بپردازیم، بخش درمانگاه‌هایی هم هست که یعنی بیمارستانی داره خود دارالعلوم زاهدان. دارالعلوم زاهدان مؤسسه خیریه‌ای داره به نام مؤسسه، واقعا یک مجتمع است، یک مجموعه. دارالعلوم زاهدان شعبه‌های مختلف و فرع‌های مختلف داره. علاوه بر این که خود دارالعلوم زاهدان مرکز شورای هماهنگی، یعنی شورای هماهنگی مدارس بلوچستان هم هست که اونجا دفتر اصلیش اونجاست. یعنی یک شورای هماهنگی مدارس بلوچستان دارن که بیش از 15000 حدوداً طلبه رو تحت پوشش قرار میده و چندین مدرسه رو، شاید بیش از 100 مدرسه مختلف حوزه علمی در سطح بلوچستان رو که باز دفتر مرکزی واسهشون اینجاست. شورای حل اختلافی داخل دارالعلوم زاهدان است و بخش‌های مختلف داره. یعنی یک مجموعه متکامل هست. ما بیایم روی کلاس‌هایی که در بخش خود دارالعلوم زاهدان، بخش درسیش یعنی حوزه علمی وقتی صحبت میکنیم چندین مقطع داره. یعنی بخش ابتدایی داره، کسانی میان که اصلا کلا از صفر شروع میکنن اینجا، یا شاید کسانی که هر سن و سالی که داشته باشن. سن و سال اونجا زیاد ملاک بر سن و سال زیاد سخت نمیگیرن. ورودی برای دوره ابتدایی کسانی میان که شاید 4-5 کلاس هم بیشتر درس نخونده باشن، اونجا شروع میکنن میخونن. بعد از دوره ابتدایی دوره مقدمات شروع میشه. دوره مقدمات رو باز 4 سال دوره مقدمات دارن. بعد از دوره مقدمات 4 سال باز دوره بعدی به اسم دوره سطح معروفه، دوره سطح میخونن، مقدمات و سطح و بعد 2 سال هم دوره عالی دارن. دوره عالی که بیشتر به کتابای حدیث پرداخته میشه و تدریس کتابای حدیث که سال آخرش به اسم دوره عالی، 2 سالش به اسم دوره خارج هم بهش میگن. دوره خارج که سال آخرش یعنی دوم خارج میشه، همون دوره حدیث هم. چند سال است؟ 4 سال سطح هست، 4 سال مقدمات، 2 سال هم دوره خارج یا عالی که 2 سال دوم دوره خارج هم سال آخر میشه دوره حدیث هم بهش میگن. و بعد از اون دیگه فراغت تحصیلی شروع میشه. 10 سال یک دوره 10 ساله است که طول میکشه و منهج‌های مختلفی، تخصص‌های مختلف در این 10 سال تدریس میشه و بعد از اون باز دوره تخصص شروع میشه، تخصص فقه که به اسم فتوا معروف است. بعد از یک دوره 2 ساله است. بعد از دوره خارج که دوره خارج یعنی پایان خارج خلاص، یعنی خارج فراغت است، مولوی میشن. بعد از این دستاربندی و مراسم فوق التحصیلی برای این عزیزانی که سال دوم دوره خارج بودن یا عالی
برگزار میشه. بعد از اون باز تخصصش شروع میشه. تخصص‌های مختلف هست در زمینه فقه، مثلا تخصص فتوا میخونن که باز درجه مفتیگری به اصطلاح میگیرن، و تخصص در دعوت هم داره دارالعلوم زاهدان، تخصص در تجوید و قرائت هم در علوم زاهدان داره و تخصص‌های مختلف دیگری که در این سال‌های اخیر اضافه شده بشه. علاوه بر این که دارالعلوم زاهدان یک بخش دیگر هم داره که مقداری تخصصی تر هست به اسم معهد اللغت العربیه و دراسات الاسلامیه، که ویژگی این بخش این است که اصلا خود ورودی به این بخش باید حتما کسانی که وارد این بخش میشن یا حافظ قرآن باشن یا مدرک دیپلم داشته باشن، و این بخش فشرده تر هست نسبت به دوره‌های دیگر، فشرده تر هست. دوره 10 ساله اینجا به 7 سال تقلیل پیدا میکنه. و یک ویژگی دیگه که اینجا داره، 5 سال اول این دوره به اسم معهد عربی هم معروف است بین طلاب زاهدان، که به تدریس به زبان عربی است. یعنی از همون روز اولی که شاگرد سر کلاس میشینه، هم شاگرد هم استاد کلا به زبان عربی تدریس میکنن. یعنی انگار که شما کلاس عربی است، تمام در تدریس و امتحانات و پاسخگویی و سوالها استاد و شاگرد همش به زبان عربی است. اصلا فارسی صحبت نمیشه سر کلاس و همون فن‌هایی که هست، فنونی که هست و درسایی که هست به زبان عربی تدریس میشه. و یکی از ویژگی‌های دارالعلوم زاهدان است که در این بخش هم، یعنی کسانی که در این سال‌های 5 سال این دوره رو تکمیل میکنن به راحتی میتونن که عربی صحبت بکنن، عربی درس بخونن. و بنده این افتخار رو داشتم که در این بخش من مشغول تحصیل شدم. بعد از شما بعد از شعبه حفظ در کدام دوره معهد لغت عربی یعنی؟ من بعد از این که حفظم به پایان رسید، با مشورت در حال دوستانی که اونجا بودن، اساتیدی که بودن و همچنین پدر بزرگوارم، ما به این قسمت منتقل شدم به بخش معهد عربی یا معهد لغت العربیه و دراسات الاسلامیه. اونجا 5 سال است دوره 5 سال است و این دوره رو نامش معهد عربی هم متخصصای مختلف داره، معهد لغت العربیه و دراسات الاسلامیه و در اینجا هم فقه تدریس میشه، هم صرف، هم نحو، همون منهجی که در چون وقتی معهد گفتین یعنی میتونم شاید تنها در اینجا نه فقط زبان عربی نیست، زبان عربی باشه. زبان عربی ویژگیش اینه که تدریس اینجا زبان عربی هست. دو ویژگی داره، یکی این که تدریس به زبان عربی است به صورت کامل از ابتدا تا انتها و حتی امتحانات همه چی، و دوم این که مختصرتر هست. یعنی منهج اینجا در حالت عادی 10 سال طول میکشه، منهج کلاس‌های دیگه اینجا منهجش حدوداً 7 سال یا 8 سال، نهایتاً بیشتر طول نمیکشه. من خودم در این بخش مشغول تحصیل بودم و کلاسام اینجا مختصرتر است، تعداد افراد کمتر هستن، ویژگی که داره. و خب زبان هم به زبان عربی تدریس میشه، اساتیدی که اینجا میان. این معهد را میشه تقریبا تشبیه داد به دانشکده دیگه، فاکولته. یک دانشکده. چون این مقدمات و سطح و عالی یا خارجی که شما اشاره کردین اینا میشه شبیه مدارس شوه که مثلا دارای 10 کلاس 10 صنف یا 12 صنف است. بعد از اون دوره دانشکده شروع میشه. البته ما الان معادل متاسفانه در ایران چون حکومت اعتراف نداره به این مدارس به رسمیت نمیشناسه، اما مثلا در افغانستان عزیزانی که از دارالعلوم زاهدان فارغ التحصیل میشن و میرن اونجا معادل مدارک دانشگاهی میگیرن، و عزیزانی که مثلا دوره تخصص فتوا میخونن 2 سال در دارالعلوم زاهدان و میرن مثلا در افغانستان وزارت علوم افغانستان به اونها مدرک لیسانس میده با همون مدرکی که اونجا هست. اما در ایران متاسفانه چون خودشون این رو به رسمیت نمیشناسن مدارس رو، مدرک از لحاظ حکومتی مدرک معتبر نیست. اما فضای علمی است الحمدلله و تخصص و فضایی که جالبیش این هست که کسانی که اونجا درس میخونن، ما بعد از مغرب یک ویژگی که من در دارالعلوم زاهدان دیدم و مدارس کلا اهل سنت تابع دارالعلوم زاهدان، حالا اینجا چون من بودم جای دیگر رو من نرفتم به خاطر این نمیتونم نظر بدم دربارشون، بعد از مغرب مطالعه اجباری است. یعنی همه بچه‌ها شما وارد مسجد که میشید، داخل مسجد همه به یک صف، هر کلاسی در یک صف مرتب نشستن روی زمین و سکوت محض، یعنی 1300 نفر نشستن، هیچ صدایی از اینها بلند نمیشه و همه دارن مطالعه میکنن. بین مغرب تا عشاء اجباری، مطالعه اجباری، درس فرداشون رو مطالعه میکنن، مطالعه اجباریه، حضور غیاب گرفته میشه حتی. و بعد از مغرب، بعد از عشاء، بعد از اینکه شامشون رو میل میکنن دوستان و طلبا برمیگردن، باز تکرار دارن، حلقات چند نفری کنار هم میشینن، یک حجم صدای بزرگی در داخل مسجد میپیچه و هر کسی گوشه نشسته و آنچه که اون روز گذشته خوندن رو با هم دیگه تکرار میکنن. من خیلی کار زیبایی است، یعنی حرکت زیبایی است که
شاگرد قبل از اینکه سر کلاس وارد بشه با یک مطالعه قبلی وارد میشه، حداقل درسی رو که قرار فردا استاد تدریس بکنه یک مطالعه قبلی کرده و همون رو باز شب در حین تدریس هم طبیعتا بهتر متوجه میشه، اگر سوالی داره براش جا میفته، باز شبش دوباره تکرار میکنه با دوستانش و خوب ذهن نشین میشه براش. و درس ها امتحاناتشون هم به صورت فصلی برگزار میشه، به صورت امتحانات ترم اول و دوم و بعضی جاها به صورت امتحانات فصل اول و دوم و سوم امتحانات و باز پایان هر سال معدل ها مشخص میشه و تمام شورای هماهنگی این چند هزار نفر همه با هم سوال های مشترک دارن. یک امتحان مثلا فلان ماده فقه یا حدیث یا تفسیر در فلان کلاس فلان ساعت فلان روز در تمام بلوچستان یک سوال واحد یک برگه با هم امتحان میدن در یک ساعت خاص. همه برگ‌ها جمع آوری میشه در دارالعلوم زاهدان، سر برگ‌ها کنده میشه، یک هیئت تصحیح اوراق از تمام مدارس جمع میشن، برگه‌ها رو تصحیح میکنن. خیلی سازمان یافته و منظم، یک کار منظمه، یک کار واقعا یک شورای هماهنگی اختصار میشه. این شورای هماهنگی مدارس بلوچستان با مرکزیت دارالعلوم زاهدان یک کار بسیار منظم و موفق، مثلا نفر اول استان در فلان کلاس اول صد، دوم صد، اول خارج مشخص میشه و حتی رتبه مدرسه در کل مدارس مشخص میشه، چون سوالا همه منهج درسی یکی است و حتی امتحاناتشون مشترکه. و الحمدلله یک مرکز تخصصی اسلامی است و بچه هایی که در این فضا کار میکنن الحمدلله کلاس های دعوی و خود حضرت شیخ الاسلام جناب مفتی محمد قاسم قاسمی و اساتید دیگر کلاس هایی دارن برای تربیتی، کلاس های تربیتی دارن، کلاس های اصلاحی دارن، علاوه بر اینکه خب خطبه های نمازهای جمعه هست و این خیلی تاثیرگذار است. چیزی که برای من خیلی زیبا بود مثلا در دارالعلوم زاهدان و زیباست، فضای بسیار معنوی حاکم هست بر مدرسه دارالعلوم زاهدان و مسجد مکی زاهدان و التزام خوبی دارن عزیزان، ماشاءالله ملتزمن به سنت ها، ملتزمن به آداب، ملتزمن به مناسکی که اونجا انجام میشه و یک فضای کاملا معنوی است. فضای معنوی وجود داره و اساتید و شاگردانی که اصلا زحمت میکشن و الحمدلله تونسته مقبولیت و محبوبیت خودش رو به دست بیاره و اساتید حتی شاگردانی هم که از اینجا فارغ التحصیل شدن از این مجموعه، چه در افغانستان، چه در تاجیکستان، چه در داخل خود ایران، واقعا فعال بودن هر جا که رفتن. جناب استاد، یک نقطه جالبی که تا جایی که بنده با برخی از فارغ التحصیلای دارالعلوم زاهدان آشنایی دارم و با ایشان نشست و برخاست کردم، از جمله جناب شما، فارغ التحصیلای دارالعلوم مکی زاهدان اکثرا وقت فارغ میشن با یک هدف، با یک برنامه، چی در افغانستان، چی در تاجیکستان، حالا چی گفتین، چی در داخل ایران میرن، یعنی هر کدام در راستای یا مدارس دینی یا فعالیت های رسانی یا دعوی در مساجد و دروس علمی با یک پشتکار، با یک برنامه میرن و فعالیت میکنن. ذوب نمیشن در ادارات دولتی یا حکومتی، بیشتر در راستای تخصصیشون مشغول فعالیت هستند و هر کدامی افراد جناب استاد حالا نشوه که تعریف شوه، ماشاءالله از نگاه حتی زبان و ادبیات و نویسندگی و اینا در یک سطح عالی قرار دارن. هر فارغ التحصیل زاهدان یک سخنور است، هر فارغ التحصیل دارالعلوم مکی زاهدان یک نویسنده هست که کمتر در بقیه مدارس مشاهده میشه. مثلا در افغانستان ما درست است بحث سخنوری مطرح هست، وقتی فارغ میشن خطیب خوبی هست اما نویسنده خوبی نیستند. ما در دارالعلوم زاهدان الحمدلله هر ساله علاوه بر اینکه به صورت هفتگی کلاس‌های سخنرانی برگزار میشه اجباری، یعنی هر هفته یک روز خاص کلاس سخنرانی هست خارج از وقت کلاسی که صبح تا ظهر است. مثلا پنجشنبه ها غالبا اون موقع ها برگزار میشد بعد از ظهرها و اجباری بود حضور همه در کلاس، چون غالبا همه هستن دیگه، همون فضای زندگی خودشون هم هست و به صورت هفتگی افراد مشخص میشدن، موضوعات رو انتخاب میکردن، میومدن سخنرانی میکردن در جلوی دیگران. علاوه بر اینکه این جزء به هر حال منهج درسی بود، هر هفته همه کلاس‌ها باید سخنرانی بکنن، مقاله نویسی، مسابقات مقاله نویسی، مسابقات سخنرانی به زبان عربی، به زبان انگلیسی، به زبان بلوچی، به زبان فارسی، این 4 زبان مسابقات برگزار می‌شد. علاوه بر اینکه کلاس‌های آموزش انگلیسی در خود چیز بود، در خود
دارالعلوم زاهدان و اصلا کلا یک بخشی در دارالعلوم زاهدان ما مجلات به زبان عربی از صحوه الاسلامیه مثلا یکی دو تا مجلات عربی داشتیم، هنوز بچه‌ها می‌نویسن درش و مجله ها به زبان فارسی، یک روزنامه‌نگار هم ماهنامه‌هایی که بچه‌ها خودشون نشریه‌های داخلی حوزه بود می‌نوشتن و قلم به دست داشتن و به زبان‌های مختلف و کار می‌کردن و فعالیت می‌کردن و جلسات سخنرانی به زبان عربی غیر از این بخش معهد لغت عربی به صورت کلی در دارالعلوم زاهدان فراهم بود. مسابقات استانی در دارالعلوم زاهدان برگزار می‌شد به صورت سالانه، مسابقات مقاله نویسی، مسابقات سخنرانی و مسابقات شعر و مشاعره حتی برگزار می‌شد. اینها همه مسابقات حفظ قرآن حالا به جای خودش که به صورت کشوری کل اهل سنت ایران شرکت می‌کردن، اینها همه فضایی بود که خب از یک طرف بچه‌ای که اینجا هستن فارغ بالن، یعنی خودشون رو فارغ کردن، کلا وقتشون رو برای درس همونجا هستن 24 ساعت از خانه و خانواده و دوستان و آشنایان دل کندن و آمدن اینجا در یک فضایی که صبح تا شب فقط کارشون این هست که چیکار بکنن، چیزی یاد بگیرن و کتابخانه با یک حجم بسیار عظیمی از کتاب‌های مختلف در اختیارشون بود و امکانات هم در اختیارشون قرار می‌گرفت، اساتید هم در خدمت مجموعه بودن و اینه که الحمدلله سبب میشد چون در تمامی ابعاد مختلف فعالیت میکردن و میدیدن. ما مثلا اساتیدی که داشتیم سخنورانی که اونجا بودن، اساتیدی که بودن چه خود حضرت شیخ الاسلام و جناب مفتی محمد قاسمی عزیز و ایشون هم خودشون استادن، قلم دارن، اهل قلمن، سخنورن، چه به زبان عربی چه به زبان فارسی، ادیبند و اساتید دیگری که بودن. همه اساتید هم تشویق میکردن دوستان رو، هم مینوشتن. خود مجله ندای اسلام مثلا مجله وزینی است که از طرف دارالعلوم زاهدان به صورت فصلنامه ندای اسلام سالهاست که داره پخش میشه و فعالیت‌های مختلف، سایت سنی آنلاین و اینا همه یعنی مجالی است که وقتی که برنامه‌ریزی شده در همه ابعاد فکر شده و به صورت عملی داره کار میشه. حالا کسانی که شاید تو مجموعه نبودن از بیرون شاید خبر نداشته باشن واقعا، ولی من که خودم یکی از این کسانی بودم که این افتخار رو داشتم که چند سال اونجا باشم، واقعا به چشم سر می‌دیدیم که فعالیت میشد و کار میشد و حمایت میشد و همدلی بود بین اساتید و شاگردان و این احساس میکنم یکی از رمزهای موفقیتی است که انجام میشد و اینکه بچه‌ها خودشون با نیت خالصانه می اومدن. ببینید که اصلا کسی که می اومد اینجا به نیت مدرک نمی اومد، چون مدرکی در دارالعلوم زاهدان که مورد اعتراف یا به رسمیت شناخته بشه از طرف حکومت وجود نداره. یکی میره دانشگاه، یک دانشگاهی چرا یه مدرکشو میگیرن فلانجا میرن اداره کار میکنن، اما وقتی کسانی میان در حوزه‌های علمیه‌ای که خود حکومت اون رو به رسمیت نشناخته، یعنی شما هیچ مدرک تحصیلی نداری، یعنی شما به هیچ نیتی نمیای که فردا این مدرک بگیری به دردت بخوره. خب خود به خود برای چی نیت کار نیست. الان من به نیت مدرک نمیام، به نیت مدرک نمیام که فردا کار دولتی بکنن، چون به نیت مدرک نیامدن، اصلا به نیت کار دولتی هم نیامدن، چون میدونن مدرکی نیست که کاری بکنن. به همین خاطر از زبان اومدن به نیت یاد گرفتن و به نیت خدمت کردن و به نیت فعالیت کردن. در کنار این که مثلا خب نمیشه نادیده گرفت نقش عزیزانی که در جماعت تبلیغ در دارالعلوم زاهدان که بسیار فعالان مرکز جماعت تبلیغ دارالعلوم زاهدان به صورت شب‌های پنجشنبه و جمعه طلاب اکثرا میرن، با این حرکت همراه میشن و این حرکت از ویژگی‌های خوبی که داره، من به هر حال هر حرکتی قابل نقده ولی از ویژگی‌های بسیار خوبی که این حرکت داره که دعوتگر رو مجال میده، صحبت میکردن در جلوی جمع، سخنوری میکردن، سخنران میشدن، تمرین میکردن. اینا همه فرصت‌هایی بود برای تمرین و نیت خیلی مهمه. اونجوری که من گفتم نیت وقتی کسی میره زاهدان در دارالعلوم زاهدان، مثلا با اون یک نمونه میگم، حالا من صحبت از زاهدان میکنم چون خودم اونجا بودم، خیلی از مدارس دیگه هم مثل زاهدان هست، مدارس اهل سنتی که کشورها به رسمیت نشناختن حوزه‌های علمیه که شاگرد میره فقط به این نیت که قرآن یاد بگیره، حدیث یاد بگیره، فقه یاد بگیره، دینش یاد بگیره و خدمت بکنه. این تصور از ابتدا وقتی همراه هست و اونجا هم تخصص یاد میگیره، وقتی میره بیرون طبیعتاً دیگه نمیشه هم غیر از این انتظار داشت که بتونن جناب استاد سلیمانی اگر یک توقفی داشته باشیم شاید کسی بپرسه که چرا استاد سلیمانی بعد از 9 سال فراگیری علوم دینی باز هم شایق هستن که وارد دانشگاه شدن و انگیزه انتخاب دانشگاه مدینه منوره چی بود؟ انگیزه انتخاب دانشگاه اسلامی مدینه منوره چند انگیزه مختلف من داشتم. یکی خود فضای مدینه، به هر حال خود شهر مدینه رسول صلی الله علیه و سلم برای من خیلی لذت بخش بوده و برای هر مسلمانی طبیعتا این احساس رو نسبت مدینه منوره داره.
علاوه بر این که من علاقه شدیدی به آشنایی با سیرت به صورت تخصصی داشتم و زندگی نامه رسول صلی الله علیه و سلم و مخصوصا در 1-2 سال آخر من به صورت تخصصی تر شروع کرده بودم مطالعات خودم رو در زمینه سیرت در تهران، همون 2 سال آخری که بودم و دوست داشتم که در این زمینه به صورت تخصصی از مراجع اصلی یاد بگیرم. علاوه بر این که موضوع دیگری هم که قبلش اشاره کردم که من حدیث رو سال آخر فرصت نکردم در بلوچستان به اصطلاح دوره حدیث شرکت بکنم. دوست داشتم که بحث حدیث رو از خود مصدر اصلیش در شهر رسول صلی الله علیه و سلم تعلیم ببینم و چه جای بهتر از مدینه منوره و دانشگاه اسلامی مدینه منوره برای یادگیری حدیث و آشنایی با سیرت رسول صلی الله علیه و سلم که اصلا مصادر سیرت و خود اتفاقهای سیرت همونجا یعنی زندگی رسول صلی الله علیه و سلم. اینا همه اسبابی بود تا سبب شد که من دانشگاه اسلامی مدینه منوره رو انتخاب بکنم و به حمدالله قبول شدم و منتقل شدم به دانشگاه اسلامی و بالاخره از دانشکده به مدینه منوره که من رفتم. یعنی خب باز بحث ازدواج، چون شما با ازدواج شروع کردید، من این رو باید کش بدم تا ببینم آخر کجا به نتیجه میرسه. باز به تأخیر افتاد و من در دانشگاه اسلامی مدینه منوره سال اول تابستانش فرصتی بود که برم برای ازدواج و حضور من در دانشگاه اسلامی مدینه منوره همراه شد با حضور من در وصال حق. یعنی همون روز اولی که من رفتم سر کلاس در دانشگاه اسلامی مدینه منوره، همون شبش باز در وصال حق من حاضر شدم. یعنی در برنامه هم رو کم کم یعنی با دوستان هماهنگ کردیم و قرار شد که من در تلویزیون و عملاً دعوت رسانه‌ای رو آغاز کردیم. من همون تابستانی که بیکار شدم که باز قصد ازدواج داشتم، اولین حضور من در وصال حق بود. اولین رمضانی بود که من در وصال حق حاضر شدم در برنامه‌های زنده و دوستان گفتن که حالا اولین حضور شما باشه بعد از رمضان اگه محفلی هم دارید سفری. و موندیم، نشد. باز به تأخیر افتاد. باز دوباره درس شروع شد. سال دوم دانشکده حدیث در مدینه منوره. در تابستانش من قصد داشتم که ازدواج بکنم که الله تعالی تقدیرش بر این بود که پدر بزرگوارم مریض شد و مریضی وفاتشون بود و من با ایشون سفری رفتم به پاکستان به خاطر درمانشون، چون سرطان داشتند و در بیمارستانی در لاهور فوق تخصص سرطان، یکی از بهترین بیمارستان‌های دنیاست در زمینه تخصص سرطان و تقدیر الله تعالی بر این بود که ایشون وفات کردند و باز نشد، به تأخیر افتاد و باز یعنی 1 سال دیگه هم به تأخیر افتاد و خیلی بعدش من از 5 سال شد. یعنی با این 5 سال از دوره نامزدی ما گذشته. یعنی تقریبا بگیم 32 ساله. البته من قبل از داخل شدن به عربستان سعودی، یعنی قبل سفر به مدینه منوره عقد کرده بودیم ما، من و خانومم که دختر دایی بنده است و ولی خب محفل ازدواج به خاطر اتفاقاتی که افتاد به تأخیر می افتاد. تا اینکه من باز وقتی برگشتم به مدینه منوره بعد از وفات خدای ماست پدرمون، بعدش باز من دانشکده حدیث رو منتقل کردم خودم از دانشکده اسم به دانشکده دعوت، چون اونجا احساس کردم در دانشگاه دعوت هم با طبیعت دعوی ما بیشتر میخورد، همین که من در دانشکده دعوت احساس کردم که اونجا بیشتر به صورت تخصصی تر در زمینه سیرت رسول صلی الله علیه و سلم کار میشد و من هم چون علاقه شدیدی به سیرت داشتم، چون وقتی که دیدم من برنامه‌های درسی دو دانشکده رو با هم دیگه بررسی کردم، در دانشکده حدیث بیشتر به تخصص در علم حدیث و سند حدیث بررسی میشد و اونجا میپرداختم و در دانشکده دعوت من اساتیدی که اونجا دیدم و توجهی که به خود علم سیرت بود رو بیشتر یافتم. این خاطر سال دوم از دانشکده حدیث منتقل شدم به دانشکده دعوت و همون زمانهایی بود که ما برنامه همگام با نبی رحمت رو با جناب دکتر محمد عمرو هم داشتیم ضبط می‌کردیم و بعد از اون به حمدالله 4 سال در دانشکده دعوت دانشگاه اسلامی مدینه منوره تحصیلات من به پایان رسید به حمدالله و تمام شد، فارغ التحصیل شدم. ازدواج البته شما سال بعدش باز دوباره من تابستانش خانواده از تهران قصد سفر عمره داشتن، مادر و خواهر و برادرام همشون و دیگه من در خدمت اونها بودم در حرمین شریفین. باز نشد. سال 6 سال از بعد از خواستگاری به اصطلاح عقد و سال 7 یعنی 3 سال پیش تابستان بالاخره فرصتی شد تا من الحمدلله که آخر این فراغ به وصال رسید و در مدینه منوره به حمدالله این افتخار نصیب شد. سال دوم دانشکده دعوت بودم که خانمم فرصت مشرف شد به مدینه منوره. در مدینه منوره مراسم ازدواجمون برگزار شد و
به حمدالله الان 3 سال از محفل از ازدواجمون گذشته و حدود 2 ماه پیش الله تعالی بر ما منت گذاشت و ابراهیم به دنیا آمد. ماشاءالله. خداوند ابراهیم جان را در سایه وجود پدر گرامیش حفظ بداره و انشالله که عالم، عابد و عامل بدین به بار بیاره. خب جناب استاد گرامی، میریم روی فعالیت هایتان در شبکه جهانی وصال حق. اولین برنامه که تقدیم کردین در شبکه جهانی اولین برنامه‌ای که اولین خاطره را هم اگر میشه بگین. اولین برنامه‌ای که من در شبکه جهانی وصال حق داشتم، اولین بار که جلوی دوربین وصال حق رفتم، برنامه ضبط شده بود به نام تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم که در مدینه منوره من این برنامه رو شروع کردم. همون زمان که در دانشگاه اسلامی مدینه منوره شروع کرده بودم، همون سال من جلوی دوربین رفتم و در یک باغی در اطراف شهر شروع شد و من خب تجربه خطبه‌های نمازهای جمعه داشتم زیاد، تجربه نمازهای عید داشتم و تجربه صحبت جلوی چند هزار نفر داشتم حتی در محفل‌های بزرگ. ولی وقتی جلوی دوربین رفتم و اینکه مطلب آماده بود، قسمت اول برنامه تجلی اخلاق اسلامی رو 3-4 تا دوربین آوردن و خب تجربه اول ما بود در همچین کاری. جلوی دوربین وقتی شروع کردیم به ضبط کردن، هر چی که در ذهنم بود فراموش کردم، یعنی احساس کردم که جملاتم رو گم کردم در جلوی دوربین. تجربه اول من در حالی که باید عکس باشه در جلوی حضور شد مشکل‌تر و سخت‌تر باشه. بله، برنامه زنده هم نبود و اون برنامه ضبط شد و بعدش دوباره مغرب شد و بعد مغرب تا یه مقداری که 2 ساعتی طول کشید تا آماده کردن فضا رو شروع کردیم. 6 قسمت من ضبط کردم در اون شب. قسمت 1 رو دوباره همون شب از اول ضبط کردم، یعنی قسمت 7 یا 8 فکر کنم تجلی اخلاق اسلامی هست که عزیزان صدای من اگر قسمت اول برنامه تجلی اخلاق رو ببینن در شب صدا گرفته و بعضی دوستان شوخی می‌کردن میگفتن صدای نه اون قسمت رو من چون دوباره ضبط کردم، قسمت اول تجلی اخلاق رو به اصطلاح من قسمت 8 بود که ضبط کردم، دوباره اعاده کردم، شب دوباره ضبط کردم. بعد از اینکه 7 قسمت ضبط کردم صدای من کاملا گرفته بود و صدای دوستان شوخی می‌کردن میگفتن جیرجیرک‌های اطراف شما صداشون بیشتر از صدای خودت بود. بعدش الحمدلله در 4 شب من اون برنامه رو تونستم به اتمام برسونم، 4-5 شب. بعدش همون رمضانش من شروع کردم 7 سال پیش در رمضان، یعنی از الان که 1439 هست، رمضان 1439 7 سال پیش اولین حضور من در وصال حق بود و الحمدلله که تا الان هم مستمر است. میخوایم درباره برنامه همگام با نبی رحمت که برنامه ماندگاری هست و شاید در عرصه یا در میان رسانه های اهل سنت چنین برنامه چنین مستند درباره سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و آن هم صحبت در باره سیرت از اماکن و از مواقع وقوع حوادث فکر کنم که یعنی منحصر به فرد است. تا حال چنین برنامه ضبط نشده. البته درباره برنامه نبی رحمت برخی از کانال‌های اسلامی دیگر هم برنامه‌های داشتن، یعنی که در رفتن و در همون جاهایی که اتفاقات سیرت اتفاق افتاده ضبط کردن، ولی اون برنامه‌های هیچ کدومشون کامل و شامل نبوده که از ابتدا شروع بکنن برنامه نبی رحمت و سیرت رسول صلی الله علیه و سلم رو تا انتها. ما در برنامه نبی رحمت سعیمون برای این بوده که از ابتدای تولد رسول صلی الله علیه و سلم و حتی قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم تا لحظه وفاتشون این اتفاقات رو همون جایی که اتفاق افتاده و بریم و ضبط بکنیم. از انگیزه‌های مهمی که میشه و میتونم ذکر بکنم برای این برنامه تشویق‌های جناب استاد عزیز بزرگوارمون استاد محمد انصاری مدیریت شبکه جهانی وصال حق بود که ایشون خیلی آرزو داشتن که همچین برنامه اجرا بشه و تشویق‌های بی‌دریغ جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که من واقعا متأثرم از شخصیت ایشون در زندگی خودم و یکی از افتخارات من اینه که همراه ایشون بودم در چند سال دعوی، مخصوصا در برنامه نبی رحمت و با ایشون شوخی می‌کنم. برنامه سفره دل، برنامه سفره دل بجا خب من بهشون بعضی وقتا شوخی می‌کنم، میگم جناب دکتر من یار غار شما هستم، در غار حرا با هم بودیم، در غار ثور با هم بودیم و جناب دکتر رو من از شخصیتایی است که کلا در زندگی واقعا مثلا متأثرم از حضورشون و ایشون رو یک امام می‌نامم در بیش برخی از دوستان، امام نور محمد عمرا و واقعا هم شخصیتشون شخصیت منحصر به فردی است
و بسیار من در همراهی ایشون در مسیر سیرت و همگام با نبی رحمت صلی الله علیه و سلم در اون برنامه واقعا همراهی جناب دکتر یک افتخاری برای من بود که ما توانستیم الحمدلله تا حدی این برنامه رو پیش ببریم، گرچه هنوز فاز سوم این کار باقی ادامه داره. این برنامه ادامه خواهد داشت ان شاء الله. ما تا قضیه خندق رفتیم به خاطر شرایط به هر حال منطقه‌ای و شرایط کاری هنوز فرصت نکردیم متاسفانه که تا لحظه ضبط این برنامه حداقل ما بخش سوم رو تکمیل بکنیم که باذن الله در برنامه ما هست که ان شاء الله بخش سوم رو حتما تکمیل بکنیم. نیاز هست ما سفر بکنیم به اماکنی مثل خیبر، مثل هنین، مثل تبوک و به هر حال طبیعتاً ضبط کردن در همچین مناطق نیاز به برخی از به هر حال اجازه ها و برخی از هماهنگی ها با جهت های حکومتی داره که وقتگیر هست. برنامه همگام با نبی رحمت برنامه‌ای بوده که ما سعی کردیم بیننده رو ببریم با خودمون در اون فضایی که رسول صلی الله علیه و سلم بوده و بیشتر ترکیز ما در این برنامه و تأکید ما روی به تصویر کشیدن اون اماکن هست و ویژگی که این برنامه داره این هست. وگرنه زندگی نامه رسول صلی الله علیه و سلم رو خیلی ها زیباتر و بهتر از ما هم مطرح کردن. ویژگی این برنامه این هست که هر جایی که ما رفتیم واقعا همون جاست. یعنی این وقتی تولد پیامبر میگیم در محل تولد، ما وقتی در غار حرا رفتیم واقعا همون غار حراست. این خود همون غاره. این نیست که ما یک جای دیگری در کوه دیگه‌ای رفته باشیم بگیم این غار حراست. مثلا فیلم درست کرده باشیم. یک برنامه مستنده و وقتی داخل غار ثور رفتیم همون جایی است که واقعا رسول الله رفته. ما در طائف وقتی رفتیم همون جایی است که رسول الله کودکیش رو گذرونده در بنی سعد و یا در دوران روز تلخ زندگیش رو در طائف سپری کرده در مسجد عداس و بقیه موارد که دیدن. یا راه هجرت رسول صلی الله علیه و سلم رو همون کوه ها و همون گردنه ها و همون دشت هایی رو که شما هم با ما همراه بودید در مسیر هجرت، در این بخش هجرت رو شما همراه ما بودید دیگه مشاهده کردیم که واقعا خود این فضا بیانگر یک احساس زیباست. وقتی انسان اون جاهایی که رسول صلی الله علیه و سلم قدم گذاشته با چشم سر میبینه متفاوته. ما احد رو در روی همون تپه‌ای که تیراندازهای رسول صلی الله علیه و سلم بودن ضبط کردیم، در همون میدانی که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، در جوار مقبره شهدای احد در چند متری پیکر مبارک اون عزیزان ما ضبط کردیم، در همون جاهایی که شمشیرهای مسلمین با شمشیرهای کفار در حال نبرد بود ضبط کردیم. این برنامه به این خاطر مقبولیت خوبی هم الحمدلله داشته و حتی از شبکه ملی تلویزیون افغانستان هم پخش شد با البته دوبله و در کانال‌های دیگری هم دوبله شده، به زبان اردو دوبله شده، پخش شده در رسانه اردو و در کانال‌های دیگری هم تقاضا کردن به زبان‌های دیگه پخش بکنن این برنامه. جناب استاد فضل الحق سلیمانی، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می‌خوایم از خاطرات جالب و به یاد ماندنی تان بشنویم. خادر بلوچستان، خادر تهران، خادر شبکه جهانی وصال حق با بیننده ها. والا خاطرات که اگر کل زندگی خاطر است، بله، خاطراتی که چه در زاهدان داشتم من که بی حد و بی حصر است، چه خاطراتی که در مدینه منوره در خاطره که فعلا در ذهنتان در 7 سالی که در مدینه منوره زندگی در مدینه منوره داشتم و بی حساب هست. اما چیزهایی که برام خیلی زیباست، من خاطراتی که در وصال حق داشتم با همراه بینندگان عزیز، من یک برنامه رو حالا به عنوان یک خاطره ذکر میکنم، یک نمونه از خاطرات فراوانی که من داشتم که در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم که به هر حال شما الان دارید زحمتش رو میکشید و ما از ابتدا شروع کرده بودیم. خیلی برام شیرین بود وقتی که در کنار حرم مدنی شریف در یکی از کاروان‌هایی که از اروپا آمده بود، یک خواهری که پا به سن هم گذاشته بود، استاد ماجرزاد، استاد عبدالکریم ماجرزاد که برای ما هم ببینیم ما آشناستن، با من تماس گرفتن که یک خواهری است بسیار اصرار داره شما رو ببینه. گفتم چشم، من حاضر میشم و رفتم. ایشون گریه میکرد و خیلی با یک احساس عجیبی که من قرآن خواندن بلد نبودم و در طول چندین سال، یعنی 40-50 سال، بالای 50-60 سال عمرشون بود و این برنامه روحانی سبب شد که من قرآن خواندن یاد بگیرم و اشک میریخت و میگفت من خیلی به شما مدیونم. تعبیر خودش این بود. خیلی این خاطره برام زیبا بود. خاطره دیگری، خواهری از تهران برام ایمیل فرستاده بود که خواهر میان سالی که من از روی بی‌حوصلگی
شبی نشسته بودم، غالبا شب سه شنبه بوده، یعنی سحر چهارشنبه و شنبه شب سحر چهارشنبه که تکرار برنامه حفظ قرآن پخش میشد و کانال های تلویزیون رو گذر میکردم همینجوری از روی بی‌حوصلگی که یک دفعه شما رو دیدم، چهره شما و فارسی صحبت میکنید و من مشغول شرح این آیه سوره مبارکه انعام بودم. گفتم من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و ایشون فرمودن که نوشته بودن من یک بار جا خوردم تصادفی این برنامه این شخص در دل شب و آیه هدایت به سوی اسلام و این برنامه رو گوش کردم و برنامه‌های دیگه شما رو 3 ماه بعد ایشون برای من ایمیل فرستاده بود از اون تاریخ، چون ما برنامه رسیده بود به سوره اعراف وقتی ایمیلشون دست من رسید. که الان 3-4 ماه من برنامه شما رو دارم پیگیری میکنم و کل زندگی من متحول شده و از سر نو شروع کردم. شبیه همین خاطره رو یکی از پزشکان عزیز از مشهد برای من فرستاده بود که من در یوتیوب برنامه حفظ قرآن شما رو دیدم و اونجا برام خیلی عجیب بود. شبیه این خاطرات رو من از آلمان و از اتریش درباره برنامه روحانی باز از عزیزی گفته 35 سال منه و برنامه روحانی رو تازه دیدم، قرآن خواندن بلد نبودم، آرزوی یادگیری داشتم، الان 10 قسمت رو پشت سر گذاشتم از برنامه و الان براتون فرستادم چون هر جای قرآن رو باز میکنم میتونم بخونم. مبارک این باشه خاطرات واقعا جناب استاد سلیمانی. استاد صیقل عزیز، من خب از 18 سالگی که از تهران بیرون شدم تا الان بیرونم از خونه، یعنی حدوداً 16 سال الان، ولی در این طول این خاطرات یعنی سالهایی که ما با عزیزانی که جلوی دوربین وصال حق ترین 7 سال که افتخار خدمت برای عزیزان رو داشتیم، یعنی هیچ چیزی برای من شاید انقدر شیرین نبوده که وقتی که میشنویم که عزیزان احساساتشون رو در راه دین این گونه دارن با ما مطرح میکنن و الحمدلله خوشحالم که پدر بزرگوارم اون لحظه‌ای که به من پیشنهاد داد که میخواستم برم پزشکی بخونم یا مهندسی بخونم، شاید الان من هم یک مهندس پزشکی گوشی دنیا مشغول زیاد هستن، بسیار گفت که من احساس میکنم اینجا اولاتر است، اینجا اهمیت بیشتری داره، برو. و الان هم خودم رحمت میفرستم برای ایشون و همه اموات ما و شما. از بینندگان عزیز هم میخوام برای ایشون و برای همه اموات ما و شما دعا بکنیم که الله تعالی ایشون رو و همه اموات ما و شما رو مورد رحمت خودش قرار بده و هر چی داشتم در زندگی از برکت دعای ایشون و تلاش‌های ایشون و اساتیدم و عزیزان و همکاران داشتم و امیدوارم که ان شاء الله باز هم بتونیم ادامه بدیم این مسیر رو برای خدمت بدیم. ان شاء الله. من این دستاوردها رو به شما تبریک میگم جناب استاد سلیمانی و فراموش نمیکنم که وقت پیشنهاد اجرای برنامه آموزش روحانی قرآن به عهده من سپرده شد و البته از طرف شما بود، من در ابتدا متردد بودم، این نوع تردد داشتم که اما بعداً واقعاً ارزش این برنامه، لذتی که در این برنامه وجود داشت را حس کردم با دل و جان و حالا حاضرم نیستم که بعد دوباره برنامه رو به شما برگردم. من بعضی وقتا لحظه شماری میگم، بهمن میگم استاد صیقل کدوم جمعه نیست در برنامه که من برم جای شما. عموما شما افتخار هستین، استاد ماستین، شما استاد گرامی بنیانگذاری برنامه بودین و امیدوار هستیم که این برنامه یعنی برای همه قشرهای جامعه ما، مخصوصا برای افرادی که در ابتدای زندگیشان از آموزش روحانی قرآن، از فراگیری روحانی قرآن محروم بودند، به دلایل مختلف سبب بگردانه این برنامه ما و شما را که البته گفتم فضل از شماست و شما سبقت را در راستای اجرای برنامه از همه ما را بودین و این برنامه را انشاءالله در میزان حسنات شما استاد گرامی و همچنین افراد همچون من و همچنین کسایی که برنامه را گوش میکنن و اساتید دیگر و استاد فاتح گرامی و همچنین مدیریت محترم در میزان حسنات همه ما و شما قرار بده. جناب استاد سلیمانی گرامی، در پایان این برنامه که البته 4مین قسمت با شما بود تشکر و سپاسگزاری میکنم از اینکه دعوت بنده را پذیرفتین که در برنامه خیلی خوشحال شدم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت. افتخار دادید. سلامت باشین. تشکر و همچنین تشکر میکنم از شما عزیزان و گرامیان که تا این لحظه با برنامه خودتان، با برنامه با دعوتگران بودید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما گرامیان را با پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.